های گایز، بچه چطورین؟ ولاگ به سفر به تهرانه، داریم میریم و تو راهیم و الان جاده رو بهتون نشون میدم. ما الان حداقل 1:20 دقیقه سر اینجاییم، 1:20 دقیقه 25 دقیقه نیم ساعت میشه حداقل. جلوش یه دونه نیسان آبیه، جلوش وانته، یعنی یه وانت پیکانه، بعدش هم یه نیسان. اذیت داریم میشه. فقط دلم ها سریع اینجا جاده درست شه. ما الان رسیدیم به تبریز. ما الان فقط بین راهی ارومیه و تبریزیم. الان اومدیم بی سرویس بهداشت. الان ارومیه رو رد کردیم، فقط نرسیدیم تبریز. اما اون فیلمی که بهتون نشون دادم اون دیوونمون کرد. الان اومدیم دشتویی. ای وای خستم، پام الان تازه داره باز میشه پیاده شدن. ساعت هم چنده؟ ساعت 7:50 دیگه، تقریبا 8. تا ما برسیم یه ساعت طول میشه. چند میشه؟ ساعت 9 میرسیم تبریز. الان هم رسیدیم تبریز، فقط اینجا یه جاده شه. ما اومدیم رستوران باختر داخل تبریز و آره کبابیه غذاش، نه مثلا فست کباب. آره بهتون نشون میدم. چون ما شامو زدیم، شامو خوردیم، خیلی خوشمزه بود. داریم چای میخوریم، چای دادم این دفعه. حالا من تو این چند باری که اومدم اینجا چای خودشون میدن. آره اگر خواستیم به این تبریز بیان اینجا خوبه و میخواستم بگم که تهران هم شبه هست که همیشه خسته. ساعت الان 1 شب، من نتونستم فیلم ببینم، من گرفتم خوابیدم. چی شد؟ من که خوابیدم لاستیک چپ کوفته‌ایم. حالا امیدوارم برای شما از این اتفاقا نیفته. میخواییم بریم. بهتون کامنتر هم توضیح میدم بعدش. فعلا سلام بچه، سلامی دوباره. البته خب بچه ما رسیدیم الان خونه. اینجا معلوم خونه است، من نشستم صندلیم. بذار بهتون تعریف کنم چه اتفاقایی افتاد. ماشین چی شد؟ خیلی عجیب بود واقعا. ماشین اتفاق افتاد. من خواب بودم، در حال رانندگی بودم به خانواده.
و چه اتفاقی افتاد؟ من خواب بودم، خوابم عمیق بود. یهو خانواده گفتن که آقا موندیم تو راه و ماشین پنچر شد و اینا. لاستیک جلو و چپ ترکیده بود، لاستیک عقب راست چیز شد، پنچر شد. حالا الان ما خونه ایم به سلامتی، با اتوبوس اومدیم. خیلی خسته شدیم، خیلی شدیدن. بچه‌ها امیدوارم از این اتفاقا براتون نیفته. حالا این سفر برای ما شد خاطره در اصل. بچه‌ها امیدوارم همچین اتفاقی براتون نیفته. انشالله هر جا سفر میرین مواظب خودتون باشین، کمربندم ببند دیگه تو ماشینی. اگر با ماشین میخوای بری مسافرت. حالا ما شانس نداشتیم، عجیب بود واقعا، عجیب بود. تا ویدیوهای دیگه، تا ولاگای دیگه، پیش